با سلام خدمت مشتریان و دوستان عزیز. برای تنظیم پارامترهای دستگاه لوج مدل آریان به این صورت عمل بکنیم. ابتدا ولوم رو میچرخونیم تا علامت آچار بر روی صفحه چشمک زن بشه. تا که علامت آچار چشمک زن شد ولوم رو فشار میدیم، علامت P0 میاد روی صفحه و عدد مورد نظر روبروی اون. برای تنظیم پارامترها باید ابتدا P0 رو بریم روی P10 که رمز ورودی هستش و عدد P10 رو به 18 تغییر بدیم تا بتونیم پارامترهای مورد نظر رو تنظیم بکنیم. 18 شد. بعد پارامتر P10 رو میام روی پارامتر P0. پارامتر P0 باید حتما روی عدد 25 باشه. اگه بخوایم بیشترش بکنیم ولوم رو به سمت راست، اگه بخوایم کمترش بکنیم ولوم رو به سمت چپ. روی 25 تنظیمش میکنیم و دوباره فشار میدیم. پارامتر P0 که چشمک زن شد میریم پارامتر P5. پارامتر P5 رو هم باید روی عدد 4 یا 5. هر در واقع عددی که باشه روبروی عدد P5 مقدار زمان استراحت دستگاه تو حالت شوفاژ رو نشون میده. الان که روی 5 تنظیمه 5 دقیقه. اگه روی 4 تنظیم کنیم 4 دقیقه دستگاه ما تو حالت شوفاژ استراحت میکنه و مجددا روشن میشه. پارامترهای دیگه هم که نیازی به تنظیم نداره. برای خروج از پارامترها میایم روی P0. یه مرحله قبل از P0 آنمدانا دکمه خارج یا اسکیپ فشار میدیم تا از پارامترها خارج بشه. و برای تنظیم پارامترها به این شکل عمل میکنیم. خدا نگهدار.